وجوب شهادتی ثالثه. شهادتی ثالثه دعای مستجاب شأن پیامبر. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: من از خدا خواستم که در هر جایی که من را یاد می کند تو را نیز یاد نکند. پس درخواستم را قبول کرده و مورد اجابت قرار داد. ادامه دارد: ای کسانی که به زعم خودتان نام مقدس و اعظم امیرالمؤمنین علی علیه السلام را از اذان و نماز حذف کرده اید و فتوا دادید که شهادت به ولایت جز از آن بدعت است. بصیرت و اگر در تشیع خوانده شود نماز باطل می شود. بدانید که حرف قرآن مولاست. گویا و نازل کننده و تفسیر و مفسر و تأویل آیات قرآن مولاست. تکبیر و تحمید و رکوع و سجود و تشهد و سلام مولاست. دین مولاست و نم مولاست و هرچه غیر و جدا از مولاست ملعون و منفور است. پس اگر می‌خواهید علی علیه السلام را کتمان کنید باید آشکارا و علنی پیروی از سقیفه کنید و دست از تشیع بردارید و به آیین برادران سنی خود در بیایید. وجوب شهادت ثالثه، شهادت به ولایت. سبب قبولی شهادت به نبوت حضرت ولی الله الاعظم امیرالمؤمنین فرمودند: کسی که اقرار به ولایت من نکند اقرار کردن به نبوت سودی برایش ندارد، چرا که این دو همراه هم هستند. ادامه دارد: کسانی که اهل بیت علیهم السلام را از خدا جدا می دانند نه راهی به توحید دارند و نه مقام نبوت را شناختند. ولایت مولا همان ولایت خداست و حقیقت ولایت همان حقیقت محمدیه است. کسانی که به دروغ ادعای خدا شناسی دارید ولی فضائل مولا را منکر می شوید، بدانید درهای رحمت خدا را بر خود بسته اید. در برابر علی علیه السلام سر تعظیم فرود نیاورید و وجه الهی را نخواهید. نام خدا را بیهوده بر زبان می آورید. کسی که ولایت علی علیه السلام را نمیپذیرد حقیقت توحید را درک نکرده است، زیرا ولایت حکومت تم و مطلق عوالم از ازل تا ابد به حکم محمد صلی الله علیه و آله و خداپرستی واقعی بدون ولایت کفر است. قرآن بدون علی علیه السلام کوتاه ترین راه به سوی جهنم و ادعای پیروی از رسول خدا بدون خلافت و وصایت مولا سیره عمر و ابوبکر لعنت الله علیهم است. هر کس بدون ولایت عبادت کند بندگی شیطان را کرده و در حال دشمنی با حق تعالی است. امیرالمؤمنین حق مطلق و مطلق حقیقت است و نورانیتش در عالم به جز نور جمال جمیل وجه الباقی وجود ندارد و غیر مولا ظلمت محض است. اشهد ان علی امیر المؤمنین ولی الله. وجوب اقرار به شهادت و طالتو
رسول خدا فرمودند هر کس بگوید لا اله الا الله، دربهای آسمان به سوی آن باز می شود و هر کس به دنبال آن بگوید محمد رسول الله، آشکار می شود. برای او وجه حق در حالی که به او خوشحال می شود و هر کس به دنبال آن بگوید علی ولی الله، خداوند گناهانش را می آمرزد، اگرچه به اندازه قطره های باران باشد. همانطور در ادعیه و زیارت عاشورا می خوانیم لعنت بر آل زیاد و آل مروان و آل ابی سفیان الی یوم القیامه. از اولاد نجس، این حرامزاده های ملعون، تا قیامت در بین خلق وجود دارند و همانند اجداد نجس و نجس خود، فقط دنبال تحریف دین و از بین بردن حقایق آیات و تفسیر به رأی کلام الهی حضرات آل الله علیهم السلام هستند. ایشان در هر فرصت و مکانی که بتوانند بلغا می کنند که همان اسماء خداست را به خودشان یا به شروع‌ترین افراد نسبت می دهند. خدای احد را دستکاری کرده و برای به دست آوردن دنیای خلق خدا را در منجلاب انحراف فرو می برند. ایشان ادعای یاری اهل بیت را دارند، در صورتی که جز نواسب ملعون هستند و با دوستان اهل بیت علیهم السلام دشمن و با دشمنان حرامزاده مولا برادرند. خود را مالک حق می دانند، در صورتی که تجسم کفرند و هم مسکان و هم گیشان و هم نوعهای ماویه در تمام اعصار و قرون هستند که لعنت خدا بر ایشان و پیروانشان که باعث مظلومیت امام زمان علیه السلام هستند. وجوب شهادت ثالثه. حضرت صادق آل محمد علیه السلام فرمودند ما نخستین خاندانی هستیم که خداوند نداهای ما را بلند آوازه کرد. چون خداوند آسمانها و زمین را آفرید، به منادی فرمان داد که ندا کند اشهد ان لا اله الا الله 3 بار، اشهد ان محمدا رسول الله 3 بار، اشهد ان علیا امیر المؤمنین حقا 3 بار. ولایت و امامت اهل البیت علیهم السلام اصل الاصول دین مبین اسلام و اساس و بنیان شریعت نبوی است. شهادت یعنی دیدن و شهود و اقرار به حقیقت و حقانیت حضرت حق تعالی و حضرت خاتم الانبیا و آورنده و ابلاغ کننده نبع عظیم و حضرت مطلق امیر المؤمنین علی علیه السلام است. توقعی از کوردلان خودبین و احمقان ظلمت پناه و سیاه رویان علم زده نیست که از گفتن حق لال و از دیدن نور کور باشند و از درک ولایت علوی عاجز. هر کس به دشمنان اهل بیت علیهم السلام دست دوستی و ارادت داد، از دایره ایمان خارج شده و کافر است و هر کس فضائل حضرات آل الله علیهم السلام را کتمان کند و یا به خود نسبت دهد، از کلب و خنزیر نجستر است، حال جاهل باشد یا عالم، عامی باشد یا مجتهد. بیچاره کسانی که دین و آخرت و رضای خداوند را به دنیای این افراد فروخته و طوق بندگی و مقلد بودنشان را گردن آویزشان می کنند. وجوب الاقرار بالشهادة الثالثة. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند
ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة فرمودند مسلمان نمی باشد کسی که بگوید محققاً محمد رسول خداست و اعتراف به آن نماید، ولی اعتراف ننماید به این که محققاً علی وصیه و خلیفه او و بهترین امت اوست. یک سوال از آقایان به ظاهر عالم و اهل فضل و راوی شناس و دانا به علم رجال: آیا در بین مفسران طول تاریخ که مورد اعتماد و وثوق شما هستند از حضرت الهی مهدی امام عسکری علیه السلام معتبر و آگاه تر کسی را اطمینان بر هست؟ آیا کسی را سراغ دارید که به تفسیر و تأویل و شأن نزول آیات بیشتر از امام معصوم آگاهی داشته باشد؟ آیا امر خدا در قرآن کریم هم در حصر زمان و مکان و عمل خاص و حالت مخصوصی قرار دارد؟ آیا اصلا شما غیر از بازی با کلمات و یا توهم دانش و توطئه اجتهاد مغزتان به موضوع بالاتر، یعنی تسلیم در برابر امر خدا و اهلیت علیهم السلام، واکنشی دارید؟ آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند.